دامنه محترم، در نخست و در ابتدا شما را به فرارسید آغاز ماه شریف رمضان مبارک می‌گوییم و در خدمت موفقیت می‌خواستیم. دیروز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به مناسبت ماه شریف رمضان به چند نکته مهم تاکید کردند، از جمله در مورد اینکه اظهار امیدواری کردند که شورای علمای تاجیکستان برای سبکی دادن مردم در این فصل سرما که پیش آمده، ببخشید فصل گرما و تموز پیش آمده است، سبکی ها پیش میاره. اینو میخواستیم پرسیم که این سبکی ها چی میتوانند باشن برای مردم تاجیکستان؟ به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. من هم در نوبت خود شما و تمامی شنوندگان عزیز و گرامی شما رو به مناسبت این ماه مبارک، ماه نزول وحی، ماه نزول قرآن، از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. خداوند عزوجل میگوید استعیذ بالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر صدق الله العظیم الى آخر آیه. پس میگوید که این ماه مبارک ماهی هست که در این نزول قرآن هست و ماه خیر و برکت است، ماه هدایت است. این کتاب هدایت کننده و راهنما به سوی هدایت است. هر یک کدام شما این ماه رو که دیدید روزه بگیرید، این امر پروردگار است. پس در اینجا مسئله استثنایی و مخصوص گردانیدن است که میگوید اگر یکی از شما بیمار باشید یا مسافر باشید، خب برای اون به مهلت دیگر روزه یعنی تأخیر داده می شود. اگر فرض کردیم مسافر حالا قرار شورای علمای جمهوری تاجیکستان است که مدت سفر 120 کیلومتر است. انسانی که به مدت 120 کیلومتر سفر کردنی باشد حالا اختیار دارد خود روزه میگیرد یا اینکه روزه‌اش رو میخورد، یعنی لیکن مسافر حساب می شود. یعنی داماد عزیز، اگر من امروز استقامت کننده شهر دوشنبه هستم، به شهر توز روم، من مسافر حساب میشم و میتونم که رمضان روزه نگیرم. به شهر توز مثلا، شهر توز، بله مادامی که 120 کیلومتر هست یا زیاد است یا به خوجان 100% است یا حتی به کلوب، به شهر کلوب یا که به شهرهای گذشته از قرغان تپه فرض کردیم جلال الدین رومی علاکه این مدتی سفر می شود. انسان اختیار دارد، اگر بگیرد خوب است، مشقت نباشد بگیرد، این خوب است که در گردنش قرضی نمیماند. اگر مشقت بود برای مسافر، فرض کردیم ماشین در راه خراب می شود یا اینکه مشقتی بالای اون مسافر می آید، یگون مشکلی می آید، پس اون مسافر اختیار دارد. خداوند عزوجل در همه کار آسانی رو پیشکش کردگی هست. در برابر این بیمارها شریعت اسلامی میگه بیماری که فرض کردیم برایش دشواری به وجود می آید یا روزه داشتن برایش مشقت زیاد یا که درد و رنج زیاد رو با وجود می آورد، در اینجا هم برای این بیمار اختیار دادگی از شریعت اسلامی که روزه اش رو بخورد. حتی بعضی بیماری هست که اگر با گرفتن روزه اوج میگیرند و به خطر و به هلاکت میرود و میرسد، در اینجا روزه داشتن برای این بیمار یعنی عصیان و گناه است. نه تنها اختیار بلکه گناه است. چرا؟ به خاطری که انسان باید بر نفس خودش ظلم نکند. حالا این ظلم میکند بر نفس خودش. فرض کردیم اگر بیماری قند باشد که هر لحظه باید که آب نوشیده بیستد، حالا در این روزهای دراز گرما اگر خودداری از نوشیدن آب کند، سبب هلاک شدنش یا سبب زیاد شدن اون بیماری می شود. پس در اینجا انسان عاصی گناهکار می شود. باید که شریعت اسلامی اون رخصتی رو که دادگی هست از این رخصت استفاده کند. در روزهایی که کوتاه‌تر و سلقین‌تر هست یا اینکه نسبتاً یعنی سلقین و گرم نیست، در اینجا روزه همون یک روزی روزه رو قضا می دارد. ولی این گونه یک فکرهایی هم وجود دارد که در بعضی از کشورهای اسلامی با در نظر داشت گرما مثل این که وضع امروزی تاجیکستان گویا که فتوا داده شده است که تا 100 گرم یا 200 گرم ممکن است که روزه‌دارا آب نوشند.
این گونه اصلا این خبر من فکر میکنم که از کدام شبکه‌های همون وسایل اخباری عامه بین المللی غیر اسلامی این خبر پخش شده بود. این یک تهمت محض به اسلام و مسلمان ها هست. اصلا یعنی دین اسلام دین دلیل است. هیچ کس نمیتواند از نزد خود هر قرار رو پیشنهاد کند یا که هر سخنی رو بگوید مگر در اساسی همون چارچوبه قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام و اجماع و قیاس و چند عامل های مخصوصی هست که شریعت اسلامی در اساس همون چارچوبه معین قراری رو صادر میکند یا فتوی رو صادر میکند. خب گذشته از این برای انسان و مادرهایی که نوزاد هستند، حالا در همون بیماری نفاس میگن در اصطلاح شرعی فقهی اسلامی نفاس که تولد اول تا 40 روز است و تولدهای دوم سوم اعتبار به عادت است که چقدر عادت دارد، یا اینکه طفلکی شیرخواره دارد، نوزادی شیرخواره هست که غیر از شیر مادر دیگر نمودی خوراک به اون رو ضرر میکند، بیمار میشود یا هلاک میشود. در اینجا هم شریعت اسلامی برای این مادر اجازت میدهد به خاطر نجاتی، یعنی به خاطر سالم نگه داشتن سلامتی طفلکش حالا روزه‌اش رو بخورد و برای یک روز خوردگیش یک روز رو قضا بدارد. یا اینکه حامله داری که حملش نزدیک است، مادری حامله داری که زنی حامله داری که حملش نزدیک است، اگر روزه بگیرد ناتوانی به وجود میآید، در نتیجه ناتوانی یا بیمار می شود خود یا که به طفلک. حالا این همه رو طب یا که طبیب یا دکتر معین میکند که به کدام ضرر دارد به کدام فایده دارد. از این نقطه نظر یعنی شریعت اسلامی میگوید که بیمار، حالا بیماری ها رو هم کدام نوعی بسیاری از بیماری های هست که به سبب گرفتن روزه اونا صحتمند و سلامت میشوند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که صوموا تصحوا، شما روزه بدارید صحتمند و بردم میشوید. یعنی بسیاری بیماری ها و بسیاری همون میکروب های ضرر کننده ای که در روده و معده و داخل شکم انسان با وجود می آید در نتیجه داشتن روزه، این همه بیماری ها برطرف می شود. انسان حس میکند که خیلی سبک و خیلی راحت و خیلی سالم و بردم شده است. این واقعیت دارد. پس گفتیم که در جای وزنین و سنگینی که کار میکند، خب کشاورز باشد فرض کردیم در میدان، یا که کارمند دولتی اگر در اداره‌های خب درست اگر در سفر خدمتی میرود که مسافر هست، این مشکلی نیست. این در همون قاعده مسافر، در همون چارچوبه مسافر داخل است، اون میتواند که روزه‌اش رو بخورد، مشکلی نیست. لیکن کاری ضرورت پیش میاد که در فرض کردیم نصف روز یا که اکثری روز رو در بیرون زیر آفتاب، یعنی زیر آفتاب کار رو باید انجام بدهد، استقبال مهمان باشد یا کدام کاری مشکل دشواری باشد، حالا باید حتمی در زیر آفتاب باشد. اون حالا میبیند که از گرسنگی و تشنگی اون آفتاب میزند این انسان رو به هلاکت یا که به بیماری مبتلا میشود. در اینجا درست است که به مانند همون کارهای وزنین و سنگینی که فتوا از قدیم فتوا دادگی هستند که حتی انسانهایی که نانپز هستند در نزد تنور که گرم بس و گرمی سخت هست، حالا برای اون هم میبیند که یعنی هلاک شویش، بیمار شویش یا که بیهوش شویش. خب در این صورت یعنی اون اختیار دارد که روزه رو بخورد، اما یک روزی همون خوردگیش رو یعنی چیکار کند قضا بدارد. اما انسانی که بی عذر روزه رو بخورد با بهانه‌جویی و تنبلی، برای این حالا کفارت است و کفارت هم برای یک روزی ماه مبارک رمضان 60 روز روزه باید کفارت قضا بدارد.